چوب‌هایی که بر تن من می‌زدید من طاقت می‌کردم. اکنون بر جگرم می‌زنید من طاقت ندارم. بشینید بچه‌ها. از مضمونی وظیفه خانگی ما برمی‌آید که بچه‌ها پدر و مادر همیشه غمخوار ما است. ما باید به قدری غمخواری پدر و مادر هستیم. چه خیلی که شما هم در کتاب خوندید هم در صحنه‌ای که تماشا کردید چه خیلی پدر خودش صد چوب می‌خورد اما آه و ناله نمی‌کند. وقتی که چوب رو به بدن پسرش می‌زنند وی جیگرش می‌سوزد و آه و ناله می‌کند.